نه نداره. اگر میدونستید که بازار صابر همراه شما اومده است اصلا جسد بازار صابر چه احساسی داشته؟ خیر شاعر بزرگ بودن برای ملت ما بسیار خدمت کردگان. ما خبر نداشتیم که در این سمالیت میبینیم. این بسیار یک فاجعه بود که یک شاعر بزرگ مرده است. سلام شعرهای بزرگ صابر را میدونیم. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد. این شعرش فقط بوی وطن میکند، درباره وطن میگوید و بهترین شاعر وطن سرا استاد بزرگ صابر است. استاد یک شاعر آزاردیده، شاعر غم دیده، شاعر دور از وطن ولی فقط در یاد وطن بود و ادبیات تاجیک که میگویند تلفات داد. من هیچ گمان نمیکنم برای که استاد بزرگ صابر برای ادبیات تاجیک خدمت ارزنده کرد، خدمت حقیقی کرد و مثل بزرگ صابر دیگر ادبیات شاعر نمی بود.